خب بریم ببینیم این بچه های فایتر کجا هن. اکثرا میرن این گوشه جمع میشن. ذره زومش میکنیم. خیلی ریزن، میبینیم اینا بچه های فایترن که میرن اینجا جمع میشن. خیلی ریزن. اگر فوکوسش خوب باشه این همه بچه فایترن و نهایتا باید اندازهشون اینقدری بشه. من زومش رو تغییر ندم. ببینید این باباشونه، فایتر نره، اینم مامانشونه، فایتر ماده. بدون تغییر زوم. بعد خود بچه ها میبینید که چقدر ریزن. واو، آزادگی بهشون فوق العاده سخته.